جوی اعتراف است که برعکسی دسته بارسلونا ریال مادرید اگرچه در چمپیونات داخلی با اومدن آلوارو آربلو نتیجه خود رو بهتر هم کرده باشد، اما غلبه هایی که ریال به دست میآورد اونقدر باوری بخش نیستند. برای مثال همین پیروزی که در هفته مذکور ضد دسته رای والکانو آنها صاحب شدند، ببینید چگونه یک غلبه اسفبار بود، یک غلبه بود که بسیار با جنجال ها با بحث و مناظره های شدید در پایان رقابت به دست آورده شد. گرچند پنالتی بود، این رو البته انکار نمیکنیم، اما گپ درباره آن میرود. طور فدریکو والورده گفت ما دیگر نمیتوانیم که همه وقت در دقیقه ایلووا شده غلبه کرده کمی خود رو آرام کنیم. ما باید از اول کنترل بازی رو در دست خود گیریم. و عموما خودی اقتدار ریال مادرید بازگوی اون است که این دسته باید حتی در 45 دقیقه اول کار رو برای خود حل و فصل کنه تا مربی هم تواند در قسم دوم نقشه خود رو انجام دهد. و در همین بازی هم در قسم یکم غیر از گلی که وینیسیوس زد، باز فرصت های دیگر بودند تا اینکه بازی و نتیجه اون حل کرده شد. بله، و ما تنها احسن میگویم به حیث دسته رای والکانو که یک بازی خیلی خوب رو در مقابل ریال مادرید نشان داده توانستند. عموما میدونید چی ریال مادرید یک دوره‌های بسیار چی میگن دوره‌های بسیار بد رو پشت سر کرده شده است. شاید از لحاظ روانی باشد با این با بازیکنان ریال مادرید تاثیر رسانیده شده است یا چیزهای دیگر، آنها مشکل‌های خیلی زیاد کشیده شدند. ببینید یکی از مشکلی اساسی دست ریال مادرید این آسیب جود بلینگهم در آغاز همین رقابت بود و او یک مهره اساسی ریال مادرید محسوب می‌شود. نبودن او اکنون می‌بینیم در بازی آینده چه تاثیر می‌رساند برای این تیم. گذشته از این من همیشه در برنامه‌های قبلی در گزارش‌ها هم قید می‌کنم که خودخواهی کلیان امباپه تا یک اندازه تاثیر بسیار بد دارد برای تیم ریال مادرید. شاید ما اونقدر درک نمی‌کنیم، ولی معلوم می‌شود که در ریال مادرید امباپه می‌خواهد بازی رو با منفیت خود جمع بست کند، وینیسیوس می‌خواهد با منفیت خود جمع بست کند و این چیز خواهیم نخواهیم با بازی دسته ریال مادرید تاثیر منفی خود را رسانیده می‌تواند. ما احساس می‌کنیم که در مثلا زدن گل‌ها آنها خوشحال هستند، خیلی مثلا میخوان که در تمام در نزد عامه خود را خوبتر نشان میدهند، ولی شاید در اصل این گونه نباشد. همین بازی نشان میدهد جایی که کلیان امباپه با توپ است و باید پاس بدهد، یک ترکیب برای انجام دهند فوتبالبازان ریال مادرید، او ضربه میزند یا کارهای دیگر یا وینیسیوس هم این گونه. این چیزا در بازی ریال مادرید احساس کردن خیلی زیاد است، یعنی میشود احساس کردن. بله، و عموما پیش از بازی هم صدای بنیهایت بلند ناراضگی مخلصان جانب امباپه جانبی نه تنها امباپه بلکه کلی فوتبالبازان و حتی بعد از حالتی که وینیسیوس گل زد اندک این ناراضگی ها خاموش شدند. اما از روی نوشته های بعضی رسانه‌ها تنها نسبت به امباپه همین گونه ناراضگی نیست، چون که آمارهای او تا جای امکان نمیدهد، زیرا از آغاز موسم الکی در تمام مسابقات 37 گل دارد. بله، کلیان امباپه واقعا هم یک آماری را دارد که دوان دل ها خیلی را به قول تنقید کننده را میپوشاند. ولی گپ سر دیگر است. ببینید آلوارو آربلو پورا راهبری و مربیگری را به سر بازیگران سپریده است. دیگر ممکن که در کنار میدان هم دیگر آنها خود به خود عوض کردن گیرند و همون استراتژی و تاکتیک بازی را ببینید. او جسارت پیدا نمی‌کند که وینیسیوس را از میدان گیرد. درباره امباپه عموما گپ نمی‌رود. با آمارا بگیریم خابی الونسو 15 مرتبه در 23 بازی را از میدان گرفته است، ولی که در دوران وینیسیوس را در دوران آربلو عموما او یک نفر دست نارس است برای واسکنی. امباپه باشد تماما او پرزیدنت کلوب باشد در وقت بازی. این حالتی که به زور پیروز می‌شوید در هر بازی. ببینید لیورپول آغاز موسم قبلی موسم جاری پرمیر لیگ انگلیس چگونه با عذاب هر بازی رو جنبش میکرد با پیروزی، بعدن وضعش چی شد؟ البته این رمزای این اشاره از اون میگه که برای ریال مشکل است، مرحله گزارشی اولی پس سر نشده ایستاده است. وقتی که ببینید سرمربی باید که گپ خود را داشته باشد، یک تاکتیک ایده خود را داشته باشد و باید سر وقت بازیگری واسه کند، سر وقت تغییرات دارد. ولی وقتی که سرمربی فعلی تقدیر سرمربی دیگری رو دید و عموما به طور کاردینالی از تاکتیک برای خودش شناس دست کشید و در محیط آزاد با آنها کار میکند، این به آن میرساند که ببینید حاضر روبرو میشن باز با مورینیو در پلی آف لیگ چمپیونها. ببینید وقتی که در دو فرانت رقابت شدن میگیرد، کی میدوند کفالت است برای ریال مادرید که آنها در خود لیگ چمپیونها کدام مرحله رو طی میکنند و الکی در لالیگا آنها قفا هستند از بارسلونا. و اگر با چنین مشکلی ها و با چنین پنالتی و در 90 جمعی 10 دقیقه گلی
با زور زده شده با پیروزی جنبش شدند. البته آمارها با جوب فایده با اربیلا هستند در لالیگا، ولی این آینده خوب ندارد. این با یک پول انگیدن آمار است و نتیجه ها. من فکر میکنم که باید ریال مادرید دسته شاهانه باید نتیجه شاهانه رو در میدان تامین کند. اینها دسته هستند که ببینید در 45 دقیقه تا همین بازی بدیل خود دسته گل وارد کردن نمیتونند، بدیل خود دسته ضعیف اینا گل زدن نمیتونند. ولی عموما از روی معلومات ها در داومی همین ابتدای سال 2025 به بعد حساب کنیم، ریال مادرید بعد از آینتراخت دومین دسته بود است که بیشتر از هم با دروازه‌اش گل سر می‌دهد. بله، آینتراخت فرانکفورت البته اونجا فلاکت کلون است، اونجا عموما بر قیاس نشونده، ولی که وقتی که دسته شاهانه چون استاتوس دارد و چون بازیگران رو دارد، ببینید فرق بین ریال بارسلونا در چی است؟ فلیک انتظام را جوری کرد. اونجا هم ستارگان هستند، ولی که ببینید یک محیط خاکسانه رو بنیاد کرده، از یک برابری احساس میشود. دستبران لاماسیا میوین کودکان بچهای جوان دیل خود دسته را آرامانه مغلوب میکنند، گپی زیاد نمیزنند. یک انتظام جوری در اینجا فقط ببینید چی است، وضعیت کلا به قول کاتاستروفیکی است، به کاتاستروفه بر روسیه گیریم، فوجیه بار است. ببینید وقتی که اربیلا جسارت نمیکند که دیل بازیگر از میدان گیرد و من ناراضگی من بازم تکرار میکنم در هیئت اساسی در آوردن مستندویان و اردا گولر اینها بازیگرانی هستند که به سطح ریال مادرید برابری نمیکنند. رودریگو چی کم بود دورتکور از هیئت اساسی به میدان نداره. رودریگو نفری بود که اما امور تامین میکرد، اما واقعا هم تاثیر بخشی خاص داشته بود. و باز گپ سر اون است که مثلا در بعضی شرطنامه بازیگران گفته شده است که مثال من نمیدونم در شرطنامه مباپه چگونه است، ولی در شرطنامه بعضی ستاره‌های فوتبال همین گونه است که او وقتی با یک دسته میآید کفالتی هنرنمایی کردن در هیئت اساسی داده می شود. بعد مربی چیکار میکنه؟ بله حتمی است. همین گونه میگه که با من اجازه داده شود که من 90 دقیقه در میدان باشم. مثال معاش من همین قدر هفته اینا، مثال همین خیلی شرطش همین که من این گونه هست در فوتبال. برای همین فکر میکنم شاید مربی دیگر نمیدونه چیکار کنه وقتی رابطه عاقبت خوب نداره. و اگر طبق یک علاوه ترانسفری دیگر برای اینکه ترانسفرها بسیار به من درپ دارند، گفته میشد که گواردیولا در صورت احتمالاً از سیتی رفتنش پرس میتواند او رو برای ریال مادرید بیارد و گواردیولا نفر است که هم انتظام تامین میکند هم جزا داده میتواند. ولی سابقه تاریخی او با فکرم اجازه نمیدهد و اون مهر و محبت و اون صداقتی که با کاتالونیا دارد دیل صداقت میگذاری. فکر نمیکنم که با مادرید میبیاد. خب دوستان گرامی، ما امکان داریم نتیجه و جدول رقابت‌های هفته سپری شده رو هم برای شما پیشنهاد کنیم. طور جنبستی بازی این دور نشان میدهند تیم اتلتیکو مادرید عقوبت خود را با لوانته مساوی کرد. اتلتیک بیلبائو با ریال سوسیداد در دربی مساوی نمود. مالیورکا باشد 4-1 سویلیا را شکست داد و ویلیاریال هم امتیاز از دست داد چون آنها با اساسونا مساوی کردند. در جدول عمومی بارسلونا پیشرفت است. ریال یک امتیاز کمتر دارد. اتلتیکو و ویلیاریال اکنون با طور نظر است از دو پیشرفت خفا میمونند. بتیس، اسپانیول در زینه‌های بعدی هستند. رای والکانو، لوانته و اویدو سه دسته ضعیف‌ترین مسابقه حالا میباشند.